گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار نهم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. باب دوم. طایفه های شرق ایرانی آسیای میانه در آغاز پیدایش جمعیت صنفی ابتدایی. عصرهای نو، میانه های عصر 6 پیش از میلاد. یکم، متریال های ارخئولوژی عصر اولی آهن، متالورگی آهن. موادهای باستانشناسی و مقایسه آنها با بعض مترک‌های زبانی، سرچشمه‌های خطی به دوره‌های بعدتری تاریخ تعلق داشته دایر به حیات جمعیتی آسیای میانه آخری هزاره 2 ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد معلومات فراوان می‌دهند. از روی معلومات این سرچشمه ها، ساکنان آسیای میانه در ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد استحصال آهن را یاد گرفته بودند. کشف و استفاده آهن در تاریخ جمعیت انسانی نقش انقلابی بازیده. یکی از آخرین و مهمترین کشفیات جمعیت ابتدایی می باشد. ساختن آلات مهنت از آهن به انسان امکان داد که پرورش زراعت را وسعت دهد، با مقصد کشت و کار بیشه ها را تازه نموده میدان های نو و وسیع را به دست بیارد. البته همه این کارها به انسان ابتدایی یک باره میسر نشده است. اولین آهنی حاصل کرده شده بسیار وقت از برنجی هم ملایمتر بود. انسان ابتدایی که تا این وقت دایر به استحصال برنجی تجربه پیدا نموده بود، با آسانی توانست طرزی به دست آوردن آهن را به راه ماند. آهن در کوره های حرارتشان تا به 1300-1400 گرادوس می رسید گداخته می شد. سالهای 20 عصر 20 عالم شناخته MS اندریف همین گونه کوره ها را در وادی ونج پیدا نموده بود که آن را حالا هم مردم محلی استفاده می نمودند. به آهن تبدیل یافتن یک پارچه سنگ سخت برای انسان ابتدایی پر اسرار می نمود و آن را همچون معجزه قبول می کرد. برای همین نسبت به آهن و آهنگر و آهنگرخانه تصورات گوناگون پیدا شدند. در بعضی جایها نسبت به آنها احترام مخصوص و یک نوع مقدسات، در بعضی جایهای دیگر همچون یک چیز حرام و آهنگر فرستاده شیطان قبول شده بود. در بعضی ناحیه‌های پامیر آهنگران آدمان محترم و آهنگرخانه جای مقدس محسوب می‌یافت. سرعت پهن‌شوی آلات آهنین در بین آدمان ابتدایی خیلی سست بود.
در ابتدا آهن را همچون زیب و زینت استفاده می نمودند. بعداً باشد آهسته آهسته به ساختن اسباب و اسلحه گذشتند. در آسیای میانه در اول اسباب و اسلحه آمیخته آهن و برنجی به مثل خنجر تیغش آهنی و دستش برنجی ساخته می شدند. ولی در آسیای میانه پره گذشتن به استحصال آهن نسبت به دیگر منطقه ها از جمله خیتای که چندین صد سال عقب مانده بود خیلی بر وقت به عمل آمد. مسکنها، یادگاری‌های ابتدای عصر آهن نسبت به آثار عصر سنگ و برنجی در آسیای میانه خیلی کم آموخته شدند. مسکنهای اولی عصر آهن را بابا جان غفوروف به 3 گروه جدا می نماید. بعضی مسکنهای قدیمه زمان انیالیتو عصر برنجی جنوبی ترکمنستان امروزه به مثل اناو در ابتدای عصر آهن موجودیت خود را دوام می دادند. مثلا از اناو مصنوعات آهنی از جمله قدیمترین داسهای آهنی و کارد یافت شدند. در سمت جنوب و غربی ترکمنستان امروزه مسکنهای استحکامی و غیر استحکامی از مدنیت اناو فرق کننده موجود بودند که بعضی آنها نهایت مساحت کلان تا 50 هکتار را داشتند. این موضع را مشهد مصریان میگویند و اهالی آن اساساً به زراعت پروری مشغول بودند. وادی توسط کانال‌های گوناگون از دریای اترک آبیاری کرده میشد. ساکنان آن برابر داسهای آهنی از آلات سنگی نیز استفاده نموده از برنجی، یراق و اسلحه به مثل شمشیر و پیکان ساخته با چرخی کلالی اسباب سفالی خوشصفتی بینقش و نگار تیار می‌کردند. به گروه سیوم یادگاری های جنوب و شرقی حدود ترکمنستان امروزه داخل می‌شوند که در ریزشگاه دریای مرغاب در موضع مرغیان کشف شدند. کلانترین مسکن اینجا یازتیپه می باشد که 16 هکتار مساحت دارد و از قلعه تقریباً راست گوشه که در صحن آن منزلها جای گرفتند ترکیب یافته است. در نتیجه حفریات روی صوفه خیشتی بلندیش 8 متر بینای کلان کشف شد که چند منزلی دراز رویه و مربع شکل از جمله تالار بزرگی راست گوشه دارد. بازیافت‌های این مسکن اساساً سفالی اند و آنها از آلات سفالی مشهد مصریان با آن فرق می کنند که بیشتر دستی ساخته شدند. مسکن‌های کوچک تیپه ولایت سرخندریای ازبکستان امروزه، مکانی مار ناحیه فرخار تاجیکستان و بعضی یادگاری‌های دیگر نیز به اول عصر آهن متعلق می باشند. مکان مار با کوشش باستانشناسان تاجیک در پایاناب قزلسو کشف گردید که بناهای آن اساساً خراب شده بودند، ولی آلات نهایت زیادی سفالی و مصنوعات دیگر پیدا کرده شدند. آثار اول عصر آهن از دیگر موضع‌های جمهوری نیز پیدا کرده شدند. مثلا مجموعی بازیافت‌های قیراقم، سغانه‌های پامیر شرقی نیز به همین دوره تعلق دارند. دوم، جمعیت آسیای میانه در عصر اول آهن. اوستا همچون سرچشمه تاریخی. کتاب مقدس اوستا که از مجموعی متن‌های پیروان آیین زردشتی عبارت می باشد، یکی از مهمترین سرچشمه خطی آید به تاریخ قدیمترین آسیای میانه محسوب می یابد.
پیروان آیین زردشتی امروز در تمام دنیا پهن شدند، ولی در ایران کنونی با تعداد اندکی و در هندوستان زیاده از 100,000 زردشتیان زندگی می کنند که آنها را پارسیان می نامند. آنها نه تنها رسم و رسوم دینی قدیم بلکه متن‌های قدیمه زردشتی را نیز تا امروز حفظ نمودند. محقق فرانسوی انکتل دوپران در میانه‌های عصر 18 هنگام سفر خود به هندوستان در نزد موبدان پارسی مراسم دینی خواندن متن‌های قدیمه دینی را آموخته یک چند دستخط را نیز خریداری می نماید. پس از برگشتن به فرانسه او این دستخطها را به فرانسوی ترجمه نموده با چند شرح اولین پارچه اوستا را چاپ نمود. به واسطه این کارنمایی علمی او معلومات درباره این کتاب مقدس دسترسی اهل علم اروپا گردید. گرچند ترجمه از نقص و نافهمی های زیاد عاری نبود، ولی این کار او شایسته قهرمانی بود. بعدتر در عصر 19 رشد علم زبانشناسی مقایسوی رابطه نزدیک زبان اوستا با زبانهای تا آن وقت خوب آموخته شده شرقی، مخصوصاً زبانهای هندی ویدایی که با آن ریگویدا و دیگر یادگاری های قدیم هند نوشته شده اند معین نمود. بعدتر این فرضیه را تحقیقات مفصل دایر به زبان فارسی قدیم و دسترسی به ادبیات بای پس از اوستایی مکملتر گردانید. عموماً آموزش زبانهای ایرانی میانه از جمله زبانهای از بین رفته خوارزمی، سغدی، خوتنی، سکایی و زبانهای زنده شرق ایرانی، مخصوصاً زبانهای پامیری، برای تحقیق اوستا و ترجمه آن امکانات خوب را به میان آورد. ولی وابسته به همه این در ترجمه این کتاب مقدس و شرح جایهای مهم آن حالا هم مشکلات و مختلفات جای دارد. اوستا نیز به مثل دیگر یادگاری های دینی و حماسوی ایرانی و هندی اساساً در شکل شفاهی محفوظ مانده است. حتی پس از کتابت شدن اوستا نیز به طرز شفاهی خواندن و نقل نمودن آن در شکل نیایش و روند تعلیم مدتی طولانی استفاده می شد. در ابتدا متن‌های اوستایی با الفبای در عصرهای 6-5 پیش از میلاد در ایران و آسیای میانه معمول آرامی تألیف یافته بودند. در زمان هخامنشی‌ها مجموعی کتاب‌های اوستا موجود بودند که هنگام هجوم اسکندر مقدونی از بین برده شدند. بعدتر شاه اشکانی ولخش فرمان داد که تمام متن‌های اوستایی و آنچه به طور شفاهی در بین موبدان باقی مانده را جمع آوری نماید. طبق همین معلومات بعدتر متن‌های پراکنده اوستایی در عهد اردشیر یک و شاپور یک ساسانی نیز در یک جا جمع کرده شدند. اما بعضی عالمان به موجود بودن کتاب اوستا در زمان هخامنشی‌ها و هم به موجود بودن متن اشکانی آن شبهه دارند. ولی انیق است که اوستای خطی در نیمه دوم دوره موجودیت دولت پارت و ابتدای دوره ساسانی وجود داشت. برای کتاب اوستا بعدتر الفبای مخصوص اختراع کرده شد که آن در زمینه خط پهلوی یکی از نمودهای خط آرام اساس به وجود آمده است. الفبای اوستایی نسبت به خط پهلوی 2 برابر زیادتر حروف داشت، از جمله 14 حرفی صداناک را صاحب بود. الفبای نوی مکمل امکان میداد که
متن‌های اوستا با نگاه داشتن طرز تلفظ عنعنوی گویندگان آن خیلی دقیق و صحیح ثبت گردد. وقتی اختراع الفبای اوستایی را عالمان به عصر 6 انیقترش به زمان خسرو یک 531 579 منسوب می داند. قدیمترین متن‌های بازمانده اوستا که به عصرهای 8 و 7 تعلق دارند از همین کتابت دوره آخری ساسانی می باشند. اوستا اساساً در زمینه نقل لفظی آن کتابت شده است. نام اوستا از کلمه فارسی میانه اپستک بعداً اپستای به معنی اساس یا گزارش، دستور و نیایش می باشد و آن به واسطه به متن‌های باقی مانده اوستا دخل دارد. علاوه ها و ضمیمه های آن بیشتر به نام زند مشهورند. زند کلمه فارسی میانه بوده، معنیش دانش، تعلیمات است. شاید در دوره های اولی کتابت نوی متن خطی اوستا در ثبت الفبای کهنه و همچنین دیگر علاوه و تفسیرهای دستوری اوستایی را نیز زند می گفتند. اما در دوره ساسانیان که همه دستخطهای قدیمه این کتاب به زبان فارسی میانه ترجمه شده بود، ترجمه و تفسیر اوستا را زند می گفتند. برای همین یک مدت در اروپا اوستا بیشتر به نام زند اوستا و زبان آن همچون زبان زندی معلوم بود. چه خیلی که در بالا تاکید کردیم، اوستا در دوره موجودیت چندین عصره خود بارها رمزگیری کدیفیکاسیا شده است. با معلومات مخصهای تاریخی جمع آوری و تنظیم اوستا اول در زمان والاگسی یک اشکانی عصر یک میلادی، ساسانیان اول عصر 3 به وقوع آمده است. در زمان حکمرانی شاپور دو عصر 4 زیر راهبری اتورپتی مهراسپندام تحریر شکل کامل این کتاب مقدس انجام یافته است. ولی بعدتر پس از حرکت مزدکیان در عهد خسرو یک عصر 6 کتابت آخرین اوستا با بیرون نمودن بعضی متن‌های در عصر 4-5 وجود داشته به وقوع آمده است. کتاب اوستا پس از تحریر آخرین از 21 نسک کتاب عبارت بود. نام و مضمون مختصری آنها از روی اثری عاید به دین زردشتی در عصر 19 تألیف کرده دینکارت معلوم است. دینکارت نام کتاب است بزرگ به زبان پهلوی که پژوهشگران فرهنگ آن را فرهنگنامه یا دایره المعارف دانش‌های دینی و عقلی خواندند. این کتاب در حدود سده 9 میلادی در بغداد از روی بازمانده‌های ادبیات پهلوی پارسی میانه گرد آوری و تدوین شده و در 9 بخش نگارش یافته است. تا امروز 4 قسمت کتابت دوره آخری ساسانی اوستا به ما رسیده است. اساساً آثار باقی مانده فصل‌های را در بر می‌گیرند که متن‌های دینی بوده برای طاعت و عبادت ضرورند. قسم‌های اوستا از جمله یسنا نیز با همین مقصد ترتیب یافتند. تنها ویدیودت با یکی از کتاب‌های قدیمه اوستا مطابقت می‌کند. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو.
شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفور، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار نهم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.